زدی این قوره؟ اون لامصب و یادم رفت. یه بار پاشو خودت اتو بزن یاد بگیری. من نمیدونم، آبت کم بود، نونت کم بود، کجات میخارید که زن گرفتی؟ آخی عزیزم، کلفتت کم بود، بشور بسابت کم بود، آشپزت کم بود. بگم یا بسه؟ ببینم جزء وظایفت دیگه. چی گفتی؟ نشیدم. هیچی بابا، معلوم نیست چه آدمی یا جو. شدی پیدات میکنه. کارت تمام شد بگو بیام دنبالت. غذا رو گاز آماده است، فقط 2 دقیقه قبلش گرمش کن. کارتمو برداری یا موقع پول کم نیاری. برداشتم نترس. ملیه نگفتم، زرنگ اون خالیه، صادراتو گفتم. منم اون صادراتو گفتم، زرنگ. باش بیا بغل بده بعد برو. باز برود خندیدم ها. بیا دیگه ببخشید. تو که میدونی من جلوتو زیاد حالت و پورت میکنم. تو همه اینا من طاقت 2 دقیقه قهر موندنم رو نداری. بس بیا. ماه شب تارم تو که باشی کنار. دوست پسرت خرجتو نمیده؟ همین الان بلاکش کن. شوهرت میگه ناهار شام پختن و خونه تمیز کردن وظیفته. بگو وظیفه واسه مامانته، اینا لطفه. صبح تا شب سر کاره، واسه هم کادو نمیگیره ها. طلاق بگیر بدبخت. مهریت هم نوش جونت. بگم شما خسته نشدید انقدر گوه خوردید؟ خسته نشدید انقدر با زندگی مردم و دخترای ساده بازی کردین و رابطه‌شون خراب کردین؟ میدونید چرا موقع مالیدن به خودشون زر مفت میزنن راجع به رابطه و اینجور چیزا؟ چون فقط اینجوری میتونن جلب توجه کنن و این آشغالایی که میمالن به صورتشون رو بهتون بفروشن. خواهر گلم داداشی، من دنبال ویو و لایک و کامنت و این چیزا نیستم. تو این چند سال قبل همه اینا رو گرفتم. خدا رو 100,000 مرتبه شکر، اندازه خودم خدا عزت و احترام بین مردم بهم داده. حرفم با دختراییه که عقل و زندگیشون رو دادن دست این احمقا. یکیشون که با زر مفت داره ریمیل و کرم و این شعر و ورا میفروشه، یکیشون هم که اینجوری میشینه. خالم من بیام با تویی که پول نداری. 500 میلیون من در ماه رسیدگی یه رسیدگی 500 میلیون به خره به الاغ تو مزرعه 100 میلیون من هزینه کنم از تو خوشگل‌تر میشه. چرا این زرزرا رو تفت میده واسه اینکه بهتون پکیج بفروشه؟ آدم مگه با 2 میلیون تومان ملکه میشه، کوین میشه؟ مگه توی رسیدگی ساده 500 میلیون نبود برات؟ الان گدایی 2 تومن رو میکنی؟ بابا دارن اینا سوء استفاده میکنن از سادگی شما مردم دخترا بفهمید. اونم از برنامه عشق ابدی که بیشتر والا شبیه زیگی لبریه. اسم عشقم خراب کردین شما. 4 تا خراب و داغون آوردن. یکیشون میگه یا خالق مشلوقات، یکیشون هنرش اینه که بگه شاهین. یه احمقی هم پیدا میشه این وسط میگه نمیدونم پراید کنسل. چی کنسل؟ هرزه. برو ببین واسه همین پراید که تو کنسل میکنی جوونا چجوری دارن جون میکنن. آدمشو میشناسم 34 سالشه، 10 سال آرزوش همین پرایدو بخره. نکنید. تو رو دینتون جون مادرتون نکنید. اینا رو معروف نکنید. اینا اصلا به فکر شما نیستن، فقط میخوان جیبشون رو پر کنن. اینا پر از عقده و بیماریای روانی هم میخوان شما رو هم مثل خودشون کنن. نکنید. آره عزیزم، ما دخترها هم پول پرستیم هم آهن پرست. هر دیگه مخالفشه یا بیورزه است یا دروغگوه یا خیانتکاره. مهریه از شیر مادر حلال تره. نوش جونت. خودم من بیام با تو که پول نداری تو رابطه؟ اصلا دخترها مگه خلن؟ برای آموزش‌های بیشتر فالو کن و از گوشی دوست پسراتون پیج منو بلاک کنید. بای.